داستان‌های برگرفته‌اش از کتاب مقدس. داستان حاکم جوان ثروتمند. رویش یک کش از ثروتمندان سران به عیسی نزدا یاد و شایی پرسید: استاد نیکو، من باید چون کنین تا حیات جاودانی را به دست بیاریم؟ عیسی برایی گوشت: چرا منم نیکو آوانه؟ غیر خدا چه نیکویی تو آن وجود داشته بید؟ اما اگر خدای احکام ابساطه، زندگی جاویده به دست کاره. پرسید: کجام یک احکام باید اطاعت کنین؟ عیسی پاسخ داد: قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن، دروغ مش، به وتی پس و ماسا احترام بل و مردم را همان را که وات را دوست داره دوست داشته به. ولی جوان این مرد گوشت: من همیشه تمام یه دستوراتنا انجام دهین. هنو دیگه باید چه کار کنین تا آمرزش راها پیدا کنین؟ عیسی برای سیل کرد و آیی حبر را پسندید. عیسی جواب داد: اگر لوته به کمال راها برسه، بره و هر چه داره بها کن و آیی پولا به بیوه سنده تا تی گنج به آسمان تاها بیت، نه پا زمین سرا. بعد بیا و شمن پیروی کن. وقتی جوان این مرد عیسی حبر را نوشکت، باز اندوهگین بود، چون باز ثروتمندت و نلوته توتی دارایی و اموالش دست بدند. وتی روا برگردیند و عیسی نزدا شد. سپس عیسی به وتی شاگردان گوشت: یه شرب زانید که ثروتمند یاتن به خدای ملکوت تا باز مشکلند. باز همشین هشتر رد بوتن سوچن سوراخ تا آسانترند ثروتمند وارد بوتن به خدای ملکوتا. شاگردان وقتی یه حبر اشکتش متعجب بودند و پرستش: پس چه کسی تو آنت نجات پیدا کند؟ عیسی به شاگردان سیل کرد و گوشت: انسان نظر یک کار غیر ممکنند، ولی خدای نزدا همه چی ممکن است. پتروس به عیسی گوشت: اما شبوتی گرد چیزا دست کشن تا به شما پدا بیاون. هنو چه فایدگی به اما رسید؟ عیسی جواب داد: هر که پمنی خاطره شبوتی براسو و هارو پس و ماس و زاگن و وتی گس و دگار دست کشی 100 گشت گشتر پیدا وکند و زندگی جاوید را به دست کارید. ولی باز یعنی که هنو اول هستند آخر بیند و کسانی که آخرند اول بیند. داستانی برگرفته کتاب مقدس، انجیل متی فصل 19 آیات 16 تا 30، انجیل مرقس فصل 10 آیات 17 تا 31، انجیل لوقا فصل 18 آیات 18 تا 30.